من فکر میکنم بزرگترین اشتباهی که توی حقوق دستمزد اتفاق میفته اینه که ما آدم اشتباه انتخاب میکنیم. ما برنامه‌ریزی نیروی انسانی رو اساسا انجام نمیدیم و نمیدونیم چند نفر نیرو با چه کیفیتی تو چه زمانی احتیاج داریم. همش میریم دنبال بهترین ها و مثلا میخوایم یه دیولپر استخدام کنیم، نمیگیم دیولپر اوکی بعد مید باشه، سینیور باشه، جونیور باشه، همش دنبال اینیم که بهترین رو انتخاب بکنیم. بهترین به معنی متخصص ترینا، نه به معنی فیت ترین. حالا آدمی که میاد انتخاب شده، استخدام شده و حقوق دستمزد داره بهش داده میشه. وقتی شما مجموعی از اشتباهات رو توی جذب و استخدام انجام داده باشی، یعنی یه تعداد زیادی آدم‌های اشتباه داشته باشی، اساساً سیستم حقوق دستمزد رو دیگه نمیشه به راحتی درست کرد. خیلی به هم ریخته میشه. یعنی مثلا میریم توی شرکتی که این بایستی که به عنوان یه هلدینگ نیروهای ارشدتر انتخاب کرده باشه، نیروهای سینیورتر انتخاب کرده باشه. میبینیم اینا اومدن رفتن یه سری آدم مید و جونیور انتخاب کردن. نه فقط حقوق دستمزد و حقوق دستمزد خیلی بالایی دارن به اینا میدن. اوکی، حالا میخوایم سیستم حقوق دستمزد رو بیایم اصلاح بکنیم. با یه روشی آدم‌ها رو میسنجیم از نظر شایستگی، تطبیق شغل و شاغل و متوجه میشیم که ما از دهک بالا هم داریم بالاتر حقوق میدیم. میخوایم ترکیب نیروی انسانی رو درست بکنیم، میبینیم که نمیشه. چرا؟ چون همین آدمای مید جلوی جذب آدمای سینیور رو میگیرن.